البته همه برادرایی که در تاجیکستان زندگی میکنن، در گوشه و کنار تاجیکستان، در هر قشری که باشن، در هر گوشه و کنار، در هر منطقه باشن، اونها همش قابل احترام هستند. اما امروز مردم با غیرتی که در ونج هستند، یک تعدادی از اونها اعتراض کردن برای خاطری که مجبوراً میخواهند ریش اینها را بتراشند و نظام و حکومت رحمانوف هم میخواهد که برای اینها کارهای فهماندهی بکنه. شما تصور کنین حاجی میرزا از این قضیه با خبر نیست؟ خانه به خانه مردم میگرده و در معرکه ها میگرده. البته ما این چیزا در بالای بسیار فوکوس نمیکنم، تمرکز در این چیز نمیکنم، اما یک عالم است، اما باید او قدم اولش او بگذاره. عالمی که در او شجاعت نباشه از بسیار چیزهای دینی چشم میپوشه. امروز پایمال شدن عقیده های مسلمانی در تاجیکستان، این کسایی که خب بعض انسان ها میگن اونا را فهمیدن در کار است، اونا را فهمیدن در کار است، اونا را نمیچ کردگن. دروغ است، همش دروغ است، هیچ کردنی نیست. یگان چیز نیست که انسان هایی که بخواهند برای خاطر حضرت امام ابو حنیفه چیکار کرده، اونه که از اون مذهب ما افتخار میکنیم، فخر میکنیم. همین هم صدها عالم دیگر است که اونا به خاطر یک کلمه که همین چیزی باطل باید از زبان همین عالم ببراید، که همین از زبان خودت ببراید که تا که مردم آرام شوند، قبول نمیکرد. بالاخره شهادت قبول میکرد. و در همون دور زمانشان شاهاشان یا که همون پرزیدنتاشون اینا را شکنجه میکردن و بالاخره از بین میبردن، اما هیچ وقت از باطل دفاع نمیکردن. اما متاسفانه و صد افسوس که امروز میبینیم که انسانهای نامی و انسانهایی که نام دارن، انسانهایی که در مابین مردم احترام داشتن، مردم به اینها احترام گذاشته، باوری مردم را اینا جلب کردن به خودشونه. بالاخره آمدن امروز یک کسی از اونها از حق مردم مهاجر گپ نمیزنه، فقط میآیند، فقط لاف میزنن، فقط میآیند در گوش مردم لبشه میخوانند که شکرانه کنین، تنجی و امانی، اینه خدا را شکر، خدا را شکر. همون خدا شما را هم بزنه، قطعی همون رحمانوفتون یک جای بزنتون. به خدا قسم از خیانتی که در دین کرده ایستادین، شما کرده ایستادین. دین روز در برنامه صدای مردم مثالی که برای مهمانی برنامه صدای مردم مثالی که زد، گفت به شکل یک ملا هستن که ملا اینها را خب میدارونه. ملاهایی هستن که مردم میگن که خیلی که در نصیب تقدیرتون چیزی که باشه همون را میبینی. مرحمت ببینین در نصیب تقدیر مردم بلاروس ایرا چین آیا تقدیر نویس فقط در تاجیک می نوشته است؟ انمی است که نظامی دینی ما که در تاجیکستان داریم، این در بالای مردم یک نظام داخل کردگی هستن که بچم کارت نباشه، او ایت کلانتره، او خوبتر میدونه. من به زبان ساده تر گپ میزنم که شما خوب درک کنین. در نظام خانوادگی ما اگر ببینیم، نظام خانوادگی ما همین خیلی است که پدر گوش کن، خطا هم باشه فرق نداره، کلان گوشش که اکا اگر خطا هم باشه گوشش که. اگر یک بچه‌ای که بخواه که با کدوم دختر عروسی کنه، بگه که همون معقولم نیست، معقولت نیست، میگیریش. فهمیدی؟ یا که اگر دختر کسی را بگه که پدرش بگه که معقولم نیست، همون انسان به خاطر بینمازه یا که با نمازه، خلاصه اگر شرط شروط خودش پیشنهاد بکنه، نه، کلان باید مجبور، فرق نداره، میگیریش، بفراد بگیرش، نه بفراد اون دروازه های ببرو برای خونه عقد میکنم. این نظام دیکتاتوری در خانواده ما هستک. این چیزایی هستن که خالگی های بدن که در مابین ما و شما رحمانوف تانست که قدم به قدم در همون خالگی ها دیگر چیز یگان مشکل نبوده، فقط 4 تملا را در مابین به مثل حاجی میرزا سرش بتی در مابین مردم مهاجر بگرده، فقط بگه شکرانه کنه، به خاطری که من هم احترام دارم به حاجی میرزا را.
من هم شخصا انسانی هستم که یک انسان دینی هستم، با این نمود انسان ها احترام میکنم، اما خیانت در اینجا میبینم. چرا من خب کنم؟ وجدان دیگه نمیبرداره. اگر حتی که از همه جمهور ادالت بکنن، اگر عموما مردم تاجیکستان هم قبول نکنن، فرق نمیکنه. باید انسان مرد وره گپ زنه، حق گپ زنه. چی با که همه همین بگیم که همه شکنجه و همه ظلم در بالای مردم میبینن، همه همین ها را در بالای مردم مهاجر میبینن، یگان کس یک زبان نمیکشاید. چیکار میکنن؟ در نصیبتون همیه، تقدیرتون همی بده است. ها 4 کس فیراد میکنن، مهمانیش میکنن، در پیشش نمودی میورن میپرتاین، میبینه خیال میکنه که همه مردم مهاجر به همین شکل زندگی میکنه. ای دوملا، یک بار برای مردم ببین، جای خو ندارن، کلاپی میزدگی ای مردم. یک بار چرا از این چیزا گپ نمیزنین شما؟ چرا یک بار مراجعت به او کسایی که امروز مردم به این حالت آوردگیان شما نمیکنین؟ خائن هستین که نیستین. شما کسانی هستین که خیانت به دین هم شما کردگی هستین، در باور مردم خیانت شما کردگی هستین. مردم ما از نگاه دینی و از نگاه دنیوی معلومات دینی هم کم دارن و معلومات دنیوی هم کم دارن. اما متاسفانه اینای کسایی هستن که وارد میدان میشون، باور مردم هم میدزدن. اینای جای درد است. اینایی است که انسان تحمل کردن نمیتونه. دیگر من میگم که اگر که عموما مردم تاجیکستان هم قبول نکنن، باید حق بگوی. حق سخت است، حق تلخ است، حق در پیش رو هزارها بگه مشکلات دارن. امروز هزارها مخلصای اونها مثلا میگن که کاری خطا کرد، کاری بد کرد. نه، با فکر شما کاری خطا است، اما از نظر من خودم این کاری خطا نیست. باید انسان حقگو باشه. تونستن انسان هایی که ژورنالیست بودن راه پیدا کردن، آمدن در جایهایی که امنیتشون خوبتره، اما گپ حقشون نزدن. نخو که به اندازه یک زنک، یک ژورنالیست، یک زنک که عموما او اصلا کار ژورنالیستی از دنیا از دین با خبر نیست، نخو که به اندازه یک زنکی که از کسبش دفاع میکنه به اندازه همین شجاعت نداشته باشی. اونا را فهمیدن در کره. چند بار شانس برای تو پیدا شد، بیرون میتونی برمده، یگون کس ممانعت نمیکند. خب از همی است که یکی آزادگی انسان، وقتی که انسان میخواه آزاد بمونه، تعلقات انسان با از خودش بیرون، وقتی تعلقات انسان از خودش بیرون زیاد است، شوق و دلچسبی که به او چیز داره، چی منصب باشه، دلچسبی داره به خونش و به اون ملکی که داره، دلچسبی داره، همون چیز مانعی میشوه. دیگر اگر آزادی نداری، دیگر از جمله شهرت یا که چی بگم، نام داشتن، نام و نشان داشتن، شهرت، آبرو داشتن. بگوی خیلی گمش که اکی هاز اگر ما ببرام گپ زنم، بعد میگن که خیلی که اینه ایشم خوب 4 تگه تحمت در سری ما میکنن. هاز اگر ما ببرام گپ زنم، خب خلاصه این خیلی میکنن. به همین خوبش همین از برای حیز گپ میزنم، از برای نفاس گپ میزنم. خب چی نمود انسان باید طهارت بکنه، چی نمود انسان باید انا تیمم بکنه. نیکی مسئله داغه که امروز مردم شکنجه میشوه، مردم قتل میشوه، یک تشگب نمیزنن. میگن با سیاست ما کار نداریم. نه که آمده میآیند با چیکار میکنن؟ دندان نشان میتین. با میآیند چیکار میکنن؟ باز میگن که خاصتا نام گروه 24 را میگیرن که ها گروه 24. این گروه 24 فقط نامی، فقط یک مگزینی است که داخل میشه، در او بالاش نوشتگی که جنرال استور، در اونجا داخل میشه همه چیز برای تو پیدا میشوه. در گروه 24 انسان هایی هستند که به نام خدا قسم از همین ملاها کتم که عالم تر هم هستند.
از همه انسان ها عالمتر هستند، عالمی هستند که اما وقتی که انسان پروردگار میگه که ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، پروردگار در اینجا مشخص کردگی نیست که کسایی که در لیبیا خوندگیان یا کسایی که در پاکستان خوندگیان یا کسایی که در مدینه منوره خوندگیان اینها مشخص هستند، همینها فقط حق دارن که وارد همین جماعت بشوند. نه، در اینجا خیلی نیست. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، فرق نمیکنه شما یک کلکتیو تشکیل بکنین، فرق نمیکنه استعداد دارین بگذارین نام گروهتون 28 بمونین، مهم مردم از بدی ها منع کنین. فرق نمیکنه کسی که امروز وزیر پرزیدنت، امروز کسی که در حکومت اما دست به ظلم دراز میکنه، امروز به دامن مردم دست میزنن، لکه های داغ خون اونها در دامن مردم نمایان پنجه هاشون خونینن. شما میگه که ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، از ما بین شما تشکیل کنین، این او نگاه نکنین که حالی اون او بخیزه حالی نه بخیزه. شما خودتان تشکیل کنین، میدان ببراین، نامتان یک نام بگذارین برین. مهم یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، شما مردم به نیکی دعوت کنین، به کار خوب دعوت کنین و از کار بد مردم نگه بدارین. این خیر نیست که فقط در مابین مهاجر برای مهاجرا را فقط بگویید که اینای کارا نکنین، اینای کارا نکنین. کسایی که در وظیفه میشینن اونها را هم مخاطب بده، به اونها هم باید گپ زنی. قرآن کریم ای فقط تنها برای مردم مهاجر نازل نشده است که بیاین اینجا بچرین بگردین فقط آیت حدیث در بالای یا بخونین بعد برین در اوجا کیف صفا کنین. قرآن کریم امروز که وظیفه دار هستین، امروز در منبرها میشینین، ملا گفته امروز گپ میزنین، شما مسئول هستن که بگردین به اونها گپ زنین. شجاعت در کارای کسی که شجاعت در او دیده نشوه او عالم بدن نمی پوفه، هیچ معنا نداره. به خاطر این مسئله های شرعیه که میاد تو اونا را گپ زدن نمیتونی، تو باید زبون تا بندی. میترسه گرده نیستک. خدا چی راهنماییتون میکنه؟ و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. پروردگار در آیت میگه که چرا شما نمی جنگی، حالی کجا برسه که به کلمه حق گفتن. در همینجا اما متاسفانه بسیار درد میکنه انسان که وقتی که میبینی خب کار نگی نخی، برین از پشت خودتون شین، برین از پشت همون نپرولین خودتون گرفتگین، برین در همون نپرولین خودتون برین. چیکار دارین در مابین مردم امروز داخل شده و ایرا بد میگن او را بد میگن، پیشوا و پدر و چی به خدا مرگ مور ملها، حیف همون منبر و حیف همون دام سله و همون چپن و همون چیزی که شما میپوشین. میگم که امروز اگر سختم برسه کو، ای خدا، امروز شما بهانه میکنین که شاید بهانه میکنین که خیلی اونا رو فهمیدن در کارای، اونا رو فهمیدن در کارای، اما پروردگار برای شما و شما راه حل گفتگی نیستک. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها
واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. پروردگار برای شما راه نشان نداده است. ببینین عذر یگان تایما و شما قبول نیستک. از ملا شروع کرده تا پایان بدگی هیچ کدام ما و شما را عذر ما قبول نیستک. اگر ما و شما از این چیز ترس داریم که رحمانوف امروز قدرت داره، پروردگار قدرتش از همه پادشاها بالا هستک. ما امروز ادعا به این میکنیم که ما از پروردگار میترسیم و برای پروردگار آماده هستیم که جان خودمان قربان کنیم. فردا پیش پروردگار که ایستاد میشیم، اگر ما و شما واقعا مسلمان باشیم، پروردگار از ما و شما میپرسه که چرا شما نخواستین که وقتی که دین ما پایمال میشد، وقتی که علماها از بین میرفت، وقتی علماها زندان میشدن، چرا حقوق مردم پایمال میشید؟ چرا مستضعفین اونها داد میزدن میگفتن که ربنا پروردگارا اخرجنا من هذه القريه، پروردگارا ما را نجات بده از همین شهر و از همین مملکتی که ظالمی اهلش ظالمی، در سر حکومت ظالماش تگیان، پروردگارا ما را نجات بده. این خطاب به کی بود که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله؟ پروردگار حتی اجازت جنگ برای ما دادگی است. حالی که ما نه سلاح داریم و حالی ما میگیم که نه بیگون امکانیت برای خاطر جنگیدن با این رحمانوف داریم، فقط هر چیزی که میگیم سلاح ما و شما فقط زبان ما و شما هست. این همین کامرای است که امروز با شما صحبت میکنیم و همین امود شما باز همین شکل سلاحتون همی باشه. ما هم دعوت مردم به جنگ نمیکنیم، اما اینجا خداوند نهایت کار میگه. حتی میگه اگر کار به خاطر نجات دادن مردم مظلوم، حتی کار با زدن به خیزکو خفا نشینین، پیش بدروید. میگه این خطاب به کی را بدک؟ این فقط به همین گروه 24 ربط داره، یا که به کسایی که امروز آزاد اندیشن، امروز گپ میزنن، امروز از حقوقشون دفاع میکنن، یا که یک مهاجری بیچاره که عموما از دین خبر نداره اما امروز به خاطر وطن و به خاطر ملت و به خاطر عدالت امروز از تمام چیزش میگذره، امروز قیام میکنه و بر ضد ظالما گپ میزنه. این آیت فقط به همینا را ربط داره، به شما ربطی نداره. خداوند نهایت کار را میگه، حتی کار با یخن به یخن و دست بالا کردن به زدن به خیزه شما قفا نکشین، حقیقتون طلب کنین و مردم مظلوم از این منطقه شما آزاد کنین. پروردگار برای شما اجازت هجرت نداده است، نگفته است که شما ترک بکنین برین در دیگه جا شما این گپا را بزنین. امکانیت برآمدن که دارین. یکی مردمی که با سیاست کار ندارین، خب بعضی وقتا میبینی مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی بعضی انسان‌ها داخل میشون و خب میگه من با سیاست با پالیتیک کار ندارم، هم میبینیش میدوامیه همین نول میزنه، میبینیش میدوامیه نول میزنه. ای برادر، تو که با سیاست کار نداریم، ما کارمون سیاست های، ما هر چیز خطا و اشتباه و هر جنایتی که در حکومت رحمانوف میبینیم او را ما به مردم میرسونیم. شما میگن که با سیاست ما کار نداریم، شما با کار ما که دخالت کردین، این خودش دخالت کردن شما با سیاست های.